چه زیبا بود که دلهای همه پاک از ریا می بود. حریم خانه دل روشن از عشق خدا می بود. دعای خاکساران آبروی اغنیا می شد اگر یک تکه نان خشک در دست گدا می بود. اگر از گلشن وحدت گل امید می چیدیم، چرا این ساز یک رنگی به کشور بی صدا می بود؟ زمین خانه خود را به خون خویش تر کردیم، چی کم می شد اگر در چشم ما یک نم حیا می بود؟ تماشاگاه عالم گشته ایم از بی ثباتی ها، چی زیبا بود اگر لطف جهان بی مدعا می بود. اگر بیگانه را با دیده بیگانه می دیدیم، یقین دارم کلید خانه ما دست ما می بود. اگر دزدانه با نیرنگ افسونم نمی کردی، چرا این خاک بی صاحب همیشه زیر پا می بود؟ اگر یک دل به حال بی پرستار وطن می سوخت، چرا یک زخم ناسور به قلب آسیا می بود؟ چه زیبا بود به جای این همه نیرنگ بازی ها اگر پیمانه دنیا پر از صدق و صفا می بود. اگر محراب تقوا سجدگاه عشق ما می شد، به جای دست خونالود ما دست دعا می بود. به آتشخانه افغان دیگر بازی نمی کردی اگر یک صفحه تاریخ من پیش تو وامی بود. بگو از من به آن ویران سازان وطن کهزاد، چی می شد یک دل آباد سوغات شما می بود؟ چی می شد یک